سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: اجرای شدن کامل ممنوعیت واردات ادویه از پاکستان و شدت جلوگیری از قاچاق کالاهای پاکستانی، پرداخت بیش از 64 میلیون افغانی به متضررین مسیر فاز دوم خط آهن هرات-خوف و تاکید روسیه و عمان بر ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا. امروز دوشنبه 20 دلو سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. بر اساس تصمیم حکومت افغانستان امروز دوشنبه 21 شعبان المعظم ممنوعیت کامل واردات ادویه از پاکستان اجرایی شد. عبدالقیوم نصیر سخنگوی وزارت مالیه میگوید که از واردات ادویه و دیگر کالاهای قاچاقی در تمام گمرکات کشور به شدت جلوگیری می شود. پیش از این وزارت مالیه اعلام کرده بود که پس از تاریخ 21 شعبان المعظم سال روان قمری دواهای وارداتی از پاکستان در تمام گمرکات کشور محصول نخواهد شد. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات میگوید که تاکنون 64 میلیون 188 هزار افغانی برای 134 تن از متضررین زمین‌ها، ساختمان‌های استملاکی در مسیر فاز دوم خط آهن هرات-خوف پرداخت شده است. بر اساس خبرنامه این دفتر، در مجموع 154 متضرر در فاز دوم این پروژه در ولسوالی‌های زندجان، انجیل و گذره هرات تثبیت شدند که شامل 140 شخص حقیقی و 12 زمینه عمارتی می باشد. این دفتر افزوده که برای جبران خسارات در مجموع 187 میلیون افغانی اختصاص یافته است. کارل پارسل، معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان، در دیدار با حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر اعلام کرده که در سال آینده خورشیدی پروژه های خود را در این ولایت افزایش می دهد. از سوی هم والی پنجشیر به استقبال از این وعده برنامه جهانی غذا بر آغاز پروژه های زراعتی، مدیریت حوادث طبیعی تاکید کرده است. این در حالی است که دفتر مطبوعاتی مقام ولایت پنجشیر میگوید که در سال جاری خورشیدی بیش از 200 پروژه در این ولایت تطبیق شده است. و در آخر سرگی لاروف، وزیر امور خارجه روسیه، و بدر بن الحمد البوسعیدی، همتای عمانی وی، در یک تماس تلفنی درباره وضعیت مذاکرات اخیر ایران و آمریکا که در مسقط برگزار شده بود گفتگو کردند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده که در این تماس تلفنی دو طرف بر لزوم ادامه روند مذاکرات برای دستیابی به توافق‌های قابل قبول و هدف تضمین ثبات در منطقه تاکید کردند. بر اساس گزارش، آقای لاروف از تلاش‌های عمان در این مسیر قدردانی کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.